توی این فصل میخوام محیط کامرا راو رو براتون توضیح بدم. من این عکس رو دارم و توی محیط کامرا راو اون رو باز کردم. عکسی که شما به صورت راو توی دوربینتون میگیرین توی محیط کامرا راو باز میشه. این قسمت اکسپوژر هست و برای نور استفاده میشه. الان نور این تصویر کاملا تاریکه. من کم روشنش میکنم. میبینیم که این قسمت ها نور خیلی زیادی رو بازتاب میده. از این قسمت هایلایت نور اضافه رو کم میکنم و یک مقدار با کنتراست رنگ ها رو تیره تر میکنم. این قسمت شادو هست. تیرگی ها رو میتونیم روشن کنیم یا تیره تر کنیم. روی تیرگی ها اعمال میشه. و این قسمت وایت روی رنگ های سفید اعمال میشه و رنگ بلک روی رنگ های مشکی اعمال میشه. این قسمتی هست که یک گرما به تصویر میده و سرما به تصویر میده. این قسمت میره به سمت صورتی و سبز. وایبرانس قسمتی هست که رنگ ها رو به شدت تیره تر میکنه و پررنگ تر به اصطلاح. و ساتوریشن هم درصدش رو بیشتر میکنه. این قسمت تکسچر هست. تکسچر عکس رو به شدت شارپ میکنه و مات میکنه. شارپ و مات. و کلاریتی هم وضوح تصویر رو بیشتر و یا کمتر میکنه. دیهیز هم بیشتر برای آسمون ابری کاربرد داره که ابرها رو بیشتر نمایان میکنه. قسمت هم برای سایه مشکی یا سفید دور عکس هست. این قسمت مجدد هایلایت رو داریم و شادو و دارکس و لایت، قسمت روشن و تیره. این قسمت رنگ ها هستن. بعضی اوقات ما میخوایم رنگ های قرمز رو از تصویر حذف کنیم یا رنگ های نارنجی، زرد، سبز، آبی و میبینیم که فقط بنفش مونده. شاید بخوایم فقط رنگ های سبز باشن. رنگ سبز رو زیاد میکنیم. این قسمت هم اینطوری هستش که بعضی اوقات میخوایم رنگ سبز رو به رنگ زرد تبدیل کنیم یا رنگ آبی رو به رنگ زرد یا رنگ زرد رو به قرمز و قرمز رو به بنفش. برای تغییر رنگ ها استفاده میشه. من یه عکس دیگه میارم. از قسمت فیلتر منوی کامرا را میتونیم این عکس رو هایلایتش رو کم کنیم، کنتراست بیشتر، شادوی کمتر و رنگ ها رو شارپ تر کنیم.